سلام، مهسا هستم رد و اینجا چنل بوک وید رده. تو این ویدیو میخوام در مورد کتاب چند چامه و درام از الکساندر پوشکین صحبت کنم. با من همراه باشید. چند چامه و درام. چامه چیه؟ درام چیه؟ چند چامه و درام. چامه شعریه که با آواز خونده میشه و درام هم که درام نمایشنامه‌های دراماتیک. در مورد این کتاب میخوام صحبت کنم. در مورد خود کتاب یه کوچولو صحبت کنم. ببینید این کتاب با نشریه پروگرس مسکو منتشر کرده و مترجمش هم مشخص نیست که یه شعر آورده از وحید دستگردی که شعر چه نیست که چنگی به دل بزنه، ضعیفه. واسه همین نمیدونم مثلا مترجم همین شخص باشه یا نه. تو این صفحه‌ش هم جلد سخته، مثلا حتی تو این صفحه‌ش هم عکس پوشکین هست. مشخص دیگه، من با دوربین فاصله‌ام زیاد. اینجوری که من متوجه شدم و حالا خوندم، نشریه پروگرس مسکو برای اینکه ادبیات کلاسیک روسی رو ترویج بده اومده یه سری از اونها رو به صورت کتاب‌های جیبی ترجمه کرده به زبان فارسی و برای فارسی زبان پخش کرده در واقع. و الان که این کتاب چاپ نمیشه قطعا و این برای ببینید من نمیدونم برای چه سالی، یه تاریخ داره که خیلی قدیمیه، 1966 و چون روسی نوشته من متوجه نمیتونم بشم که 1966 سالیه که نشریه شروع به کار کرد، سالی که این کتاب منتشر شد. کتاب خیلی قدیمیه. این رو که قطعا مطمئنم مثل قبل از انقلابه، ولی حالا این که چه سالی منتشر شده رو نمیدونم، هیچ جایش ننوشته، مترجمش کیم که گفتم جایی ننوشته و در دسترس هم نیست. من دست دومش رو از یه شخصی گرفتم و البته خیلی نو بوده، مثلا نمیشه بهش گفت دست دوم. خیلی بدون اون جلد و با همین جلد آبی میفروشنش، ولی در مجموع شاید چیزی که برای فروش الان باشه از 3-4 نفر شاید بتونین گیر بیارین بخرید. حالش اصراری گیر بیاریم بخریم، مثلا ارزش داره یا نه که تو این ویدیو در موردش صحبت میکنم که اصلا این کتاب چی جوریه. کتاب 3 بخش داره. بخش اولش چامه است. چامه یعنی شعرهایی که به صورت آواز میخونه. بخش دومش افسانه هاست که بازم افسانه های روسی رو به صورت شعر نوشته. بخش سومش هم درام هاست که نمایشنامه های پوشکین 3 تاشو آورده. نکته‌ای که برای این کتاب وجود داره اینه که تمام ترجمه هایی که شده به صورت شعر، یعنی شعر رو به صورت شعر ترجمه کردن و تمام کتاب مثنویه، یعنی در قالب مثنوی نوشته شده تمام شعرها و این از کیفیت ترجمه به شدت کم کرده و به سختی تونستم با کتاب ارتباط بگیرم. تازه وقتی رسیدم به آخرهای کتاب که نمایشنامه ها بود، درام ها بود، تونستم ارتباط بگیرم با کتاب و قسمت چامه ها خیلی سخت ارتباط گرفتم. با اینکه تمام تلاششون کرده بودن که شعر فارسی باشه و ارتباط گرفتن باشه مثلا راحت تر باشه، ولی اینطور نبود و اولین کتابیه که دارم میخونم که شعر رو به شعر تبدیل کرده و اصلا موافق همچین چیزی نیستم. به نظرم وقتی داری شعر رو ترجمه میکنی نباید خودتو محدود کنی توی چارچوب‌های ادبی یه شعر یه کشور، یه فرهنگ، یه زبان دیگه. اصلا اینو نمیپسندم من. خب بعدم دیگه
در مورد محتوای کتاب خود صحبت کنم. تو چامه ها یه جایش که برام خیلی جالب بود، چون من یه ویدیویی از تاریخ روسیه دیده بودم، دسامبریست ها یا دکامبریست ها برام خیلی جالب بودن و یه شعر داره که البته شعرش عنوانی نداره و در مورد دکامبریست هاست و اونایی که توی این شورش زندانی شدن و تبعید شدن به سیبری، که میگه با فخر تحمل کنید، گم نمی شود بلند پرواز فکرهایتان. و در واقع در مدح افرادیه که علیه سیستم طبقاتی، طبقات اجتماعی منظورمه، و نظام تزاری حکومت روسیه شورش کردن. یه چامه دیگه داره روی این سوار که بر اساس واقعیته که یه اتفاق میفته و آب رودخونه تو پتربورگ طغیان میکنه و اونو گفته. بیشتر جذابیت این کتاب واسه قسمت افسانه ها و درام هاشه. افسانه هاش یکیش در مورد شاه سلطانه و ببین افسانه به خاطر اینکه همون جوری که ما با اسطوره و افسانه های کشور خودمون ارتباط برقرار میکنیم، خیلی جالبه که افسانه و اسطوره های کشورهای دیگر رو بدونیم و مثلا وقتی میخونم مثلا جالبه که خب مثلا اینا از بچگی با این داستان ها بزرگ شدن و این افسانه ها وجود داشته و آدمایی مثل پوشکین نوشتنش و موندگارش کردن. افسانه شاه سلطان که افسانه اولی که توی این کتاب نوشته شده، یه پدر و پسری هستن که پدر پادشاه شاه سلطانه، پسر ازش دور میفته و یه بار که مثلا میره شکار ماهی بگیره از رودخونه، یه قوی سفیدی توی دامش میفته و این قوی سفید رو نجات میده و اون قوی سفید بهش خیلی کمک میکنه توی اینکه پدرش رو بخواد ببینه و نهایتاً متوجه میشه که قوی سفید در واقع زیباترین دختریه که وجود داره، دختری که در طول روز نور خورشید رو میگیره و مثل ماه وقتی شب میشه از پس گردنش نور ساطع میشه و این قوی سفید اون دختره که با پسر ازدواج میکنه. خیلی از نظر فرهنگی واسم شیرین و جالب بوده این داستان. یه داستان دیگه بوده، یعنی داستان که افسانه ماهیگیر و ماهی، که یه ماهیگیری میره یه ماهی زرینی رو شکار میکنه و چون ماهی زرین مثلا خیلی چیز بوده ماهی رو آزاد میکنه و این ماهی انقدر به همسر ماهیگیر از نظر مالی و دنیوی کمک میکنه که قصر رو همه چی دارن و خیلی بعضیشون خوب میشه، تا جایی که زن ماهیگیر میگه من میخوام کنترل این ماهی زرین رو به دست بگیرم و رئیسش بشم و اونجاست که تمام چیزایی که به ماهیگیر زنش داده ازشون پس میگیره و دوباره اونو فقیر میشن و توی کلبه زندگی میکنن. این هم واسم جالب. یه افسانه دیگه بود به اسم شاه دختر بیهوش که همون زیبای خفته است. من اصلا باورم نمیشد. یکی از افسانه‌ها خیلی طولانی بود. هی میخوندم میرفتم جلو واقعا زیبای خفته است. و چیزی که من تو ذهنم از زیبای خفته داشتم خیلی لطیفتر و مهربونتر بود حتی تا این چیزی که پوشکین نوشته. حالا کدومش به واقعیت به اصل سفید برف نزدیک داره نمیدونم. حالا یه افسانه دیگه هم بود که خورس طلایی رو من زیاد نمیپردازم بهش. آثار درامش خیلی خوب بود. خب یعنی توی این مجموعه کتاب من آثار دراماتیکش بیشتر دوست داشتم. دراماشو نمایشنامه هایی که داشته، یکیش در مورد موزارت و سالیریه، مثل اینکه یه سری شایعه های وجود داره، شما توی گوگل و ویکی‌پدیا بریدم پیداش میکنید که سالیری باعث مرگ موزارت شده. موزارت که خودش مرده، خب یعنی به مرگ طبیعی بیمار شده بود و این چیزی که پوشکین نوشته دقیقا همینه که سالیری
حسودی یه جورایی میکنه به موزارت و نبوغش، واقعا تحسینش هم میکنه ولی حسودی میکنه به این نبوغ و اینکه چرا خودش نمیتونه مثل موزارت بنویسه. همین دلیل یه بار که میرن و نوشیدنی بخورن، تو نوشیدنیش زهر میریزه و موزارت میمیره و اشاره میکنه به مرثیه‌ای که موزارت نوشته که آخرین اثر موزارت قبل از مرگش بوده. توی این درام به اون اشاره میکنه و موزارت میگه که آره مثلا یه نفر که سر تا پا سیاه پوشیده بود اومد با من گفت یه مرثیه‌ای رو بنویس، سفارش یه قطعه‌ای رو داد، من دارم روی مرثیه کار می‌کنم، این مرثیه کل فکر و ذکرمو گرفت و همونجوری تاریک و سیاه شدم. خیلی جالبه چون تو واقعیت خب موزارت اون مرثیه که آخرین کارش بوده نوشته، حالا اینو به صورت داستانی میاد پوشکین می‌نویسه، خیلی جالبه واسم. و حالا همه درام ها رو نمیخوام بگم، یه درام دیگه هم خیلی مختصر میخوام در موردش صحبت کنم. درام پری دریاییه که یه دختر پسر عاشق همن که پسر از طبقه اجتماعی بالاتریه و دخترم دختر آسیابانه. دو تا عاشق همن ولی خب پسر میره با یکی در طبقه اجتماعی خودش تو اون رده ازدواج میکنه و وقتی ازدواج میکنه دختر که باردار بوده ازش خودش رو میندازه توی رودخونه‌ای و خودکشی میکنه. وقتی که خودش رو میندازه توی اون رودخونه تبدیل میشه به ملکه پریهای آبی و بچه‌ش هم میشه یکی از این پریهای آبی و اتفاقی میفته که بچه‌ش پدرش رو ببینه و بگه که بچه‌ش و اینا، ولی این ناتموم مونده. یعنی اصلا شما نمیتونید تصور کنید حس منو وقتی که ناتموم مونده بود. من پیدا کنم توی کتاب این قسمته، ببین قشنگ نوشته از کجایی تو نازنین کودک، و این داره به دختر بچهش، نمیدونم دختر بوده نه یادم نیست که اشاره شده به قضیه یا نه، فکر کنم دختر بوده. از کجایی تو نازنین کودک سواله، بعد زیرش نوشته سال 1832، بعد نوشته این اثر ناتمام مانده است. یعنی پدره تازه از بچهش میپرسه که تو کی هستی، از کجا اومدی، و تموم میشه. من نمیدونم پوشکین چرا اینا نیمه کار انداخت، چون بر اساس سالی که زده پوشکین زنده بود تا چندین سال بعدش و تمومش نکرد. این کتاب پیدا نمیشه و چون شعره توی نویسنده‌های ادبیات داستانی بعد از خودش آنچنان نمیشه گفت تاثیر گذاشته و مهمتر از همه چون ترجمه بسیار بسیار ضعیفی داره، ما دقیقاً نمیدونیم پوشکین چی گفته. پس به نظر من اصراری نیست رو خوندن این کتاب وقتی داری ادبیات روسی رو میخونی، ولی خب من بدجوری دلم میخواست حتما این کتاب بخونم که هرچی از پوشکین ترجمه شده رو بتونم بخونم. این از این ویدیو، این از چند چامو درام که واسه خوندنش خیلی ذوق داشتم ولی ترجمهش کاملا داغونم کرد. اینو میخوام بگم در مورد ویدیوی آخری که در مورد پوشکین خواهم داشت، ویدیوی آخری که در مورد آثار پوشکین خواهم داشت. حالا امکان داره نقد و تفسیر بازم داشته باشیم. سوارکار مفرقیه که ترجمهش تجدید چاپ نمیشه. اینو من توی ویدیو تی بی آر گفتم که ترجمه این کتاب تجدید چاپ، من 2 سال من میخوام کتاب بخرم و تجدید چاپ نشده هنوز، نمیدونم چرا، و من میخوام از روی ترجمه انگلیسی بخونمش و ویدیوی بعدی احتمالا در مورد اونه و بعد دیگه پوشکین میره کنار و ما میریم سراغ آثار گوگل. ممنون که دیدیم ویدیو رو. خدا